ساعت 5:42 صبح. دمای هوا هم تقریبا منفی 10 درجه است. خورشید هنوز طلوع نکرده. چرا من نباید موفق شم؟ منی که سالهاست روتین زندگیم به این شکل دارم، برخلاف غرایزم، برخلاف چیزی که بدنم میخواد عمل میکنم. 5 صبح بیدار میشم، شروع میکنم برنامه‌ریزی، اهدافمو دوباره واسه خودم مرور میکنم، بلافاصله میزنم بیرون تا جایی که در توانم هست میدوام. اتفاقا من از شما بیشتر تخت خوابو دوست دارم تا 2 بعد ظهر خوابیدن رو دوست دارم. جلو تلویزیون نشستن با رفیقا این ور اون ور بودن صبح تا شب، عشق و حال دوست دارم. میل بدن هم به بقای دیگه. بدن واسش مهم نیست که شما موفق میشی یا نمیشی. اتفاقا تو مسیر اهدافت باشی، برای بقای بدنت خطرناکه و بدنت تا جایی که میتونه سعی میکنه ازش جلوگیری کنه. صبح زود بلند نشون، الان وقت دویدن نیست، نه الان این کارو نکن، نه الان اون کارو نکن، میترسی، شهامتشو نداری، نه نمیتونی. وقتی موفق میشی که در مقابل نهایی که بدنت بهت میگه مقابله کنی و برخلاف میل باطنیت عمل کنی و پیش بری. تنها راه موفقیت و پیشرفت همینه عزیزم. بابا نوئل نمیاد واسه جعبه سورپرایز باز کنه بگه بیا عزیزم این آرزوهای تو، این ماشین مورد علاقه، ویلای لوکست، سفرهای خارجیت، هیچ کس این کارو واسط نمیکنه. میخوای موفق شی، یه فرمول داره. بعد یه مدت احتمالاً طولانی کارهای روزانه کسل کننده، غیر جذاب، غیر مهیج و خیلی وقتا هم سخت انجام بدی. به انگیزه و علاقه تو هیچ چی نمیدن. خیلی راحت بهت بگم.